آیا بارداری سفر تنهای یک زن است؟ سلام، به چینل ما خوش آمدید. بعضی ها می گویند بارداری فقط مربوط به زن است، اما حقیقت این نیست. در دوران بارداری زن با تمام وجودش یک جان تازه را در درون خود پرورش می دهد. او درد، خستگی، تغییرات جسمی و روحی زیاد را تحمل می کند. در همین زمان حمایت شوهر و فامیل معنا پیدا می کند. وقتی مرد کنار خانم باردارش باشد، او احساس امنیت و آرامش می کند و طفل نیز در محیط پر از عشق و آرامش رشد می کند. اما اگر این حمایت نباشد، زن دچار افسردگی، اضطراب، کمخوابی و مشکلات جسمی می شود. در موارد پیشرفته، فشارهای روانی، هورمونی و اجتماعی می توانند او را حتی به افکار خودکشی برسانند. طفل نیز این اضطراب را حس می کند و سلامت هر دو به خطر می افتد. پس یادمان باشد، بارداری فقط مربوط به زن نیست، بلکه امتحان عشق، مسئولیت و درک انسانیت برای همه اعضای خانواده است.